سلام. هوش مصنوعی با سرعتی شگفت‌انگیز در حال تسخیر جهانه و تأثیرش در تمام جنبه‌های جامعه احساس خواهد شد، از جمله در پزشکی. اینجا کانال کلینیک پزشکی هوش مصنوعی و با هم 9 روش اصلی که هوش مصنوعی در حال ایجاد تحول در حوزه پزشکی رو بررسی می‌کنیم. یک، کمک به تشخیص. اشتباه در تشخیص بیماری اتفاقی نسبتاً نادره، اما میتونه به دلایل مثل خستگی پزشک، خطا در ابزارهای تشخیصی یا کمبود منابع در مناطق محروم رخ بده. اگرچه ایده این که هوش مصنوعی جایگزین پزشکان در تشخیص بیماری بشه ممکنه نگران کننده به نظر برسه، اما در واقع باید به هوش مصنوعی به عنوان ابزاری کمکی برای پزشکان نگاه کرد. برای مثال شبکه‌های عصبی کانولوشنی CNN نوعی سیستم تشخیصی می‌سازند که میتونند هزاران تصویر از پایگاه‌های داده عمومی و سوابق پزشکی بیماران رو تحلیل کنند تا الگوهای بیماری رو تشخیص بدن و بیماران رو در تشخیص سریع و دقیق‌تر یاری کنند. به تازگی پژوهشگران از CNN برای تشخیص بیماری کاوازاکی، یک بیماری التهابی عروقی در کودکان که در صورت درمان نشدن ممکنه کشنده باشه استفاده کردند. مشکل اصلی در تشخیص این بیماری اینه که علائمش مبهمن و با سایر بیماری‌های دوران کودکی همپوشانی دارند. برای کاهش خطای تشخیص، پژوهشگران تصاویر بیماران مبتلا به کاوازاکی را از سراسر جهان جمع‌آوری کردند و CNNی ساختند که تونست نشانه‌های شایع اون رو شناسایی کنه. این شبکه از نظر حساسیت و ویژگی تشخیصی عملکرد بسیار خوبی داشت و نشون داد که میتونه تنها با گرفتن یک عکس با تلفن همراه به تشخیص دقیق برسه. البته قضاوت بالینی پزشک هنوز جایگزین ناپذیره و پزشکان باید همچنان بر تاریخچه بیمار، معاینه فیزیکی و آزمایش‌های لازم تکیه کنند. اما CNN ها میتونن پزشکان رو در مسیر درست راهنمایی کنند، به ویژه در مناطقی که منابع محدودند یا آزمایش‌های دقیق برای بیماران پرهزینه است. همینطور مطالعات اولیه نشون دادند که هوش مصنوعی میتونه در تشخیص بیماری‌های مثل سرطان روده بزرگ، سرطان ریه، سیروز کبدی و بسیاری دیگه کمک کنه. در یک مطالعه پاتولوژیست‌های دارای مدرک تخصصی سرطان روده بزرگ رو با دقت 96.9% تشخیص دادند، در حالی که هوش مصنوعی اندکی بهتر عمل کرد و به دقت 98% رسید. با این حال پزشکان نباید از محدودیت‌های هوش مصنوعی غافل بشن. ممکنه سوگیری‌هایی در داده‌ها وجود داشته باشه که بر نحوه تفسیر نتایج توسط AI تأثیر بذاره. برای مثال اگر مجموعه داده عمدتاً شامل بیمارهای مسن باشه، AI ممکنه نتونه نتایج مربوط به گروه‌های سنی جوانتر رو به درستی تفسیر کنه. دو، کمک در درمان و پزشکی شخصی سازی شده. پس از مرحله تشخیص، AI میتونه در درمان نیز به پزشکان کمک کنه، به ویژه در عصر پزشکی شخصی سازی شده. این نوع پزشکی از اطلاعات ژنتیکی هر فرد برای پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری‌ها استفاده میکنه. نمونه ای از این رویکرد بیماری آرتریت روماتوئید هست، نوع بیماری خودایمنی که در اون بدن به خودش حمله میکنه، به ویژه در مفاصل دست و مچ. به دلیل پیچیدگی و مزمن بودن این بیماری، داروهای مختلفی برای درمانش وجود داره و انتخاب داروی مناسب به واکنش هر بیمار بستگی داره. پژوهشگران در مایو کلینیک با استفاده از داده‌های ژنتیکی و ویژگی‌های بالینی بیماران الگوریتمی بر پایه یادگیری ماشین توسعه دادند تا پاسخ بیماران به داروی متوترکسات رو که یکی از داروهای کلیدی آرتریت روماتوئید هست پیش بینی کنند. این مدل‌ها به پزشکان و بیماران کمک می‌کنند تا بدون صرف ماه‌ها زمان برای آزمایش داروهای مختلف سریعتر در درمان مؤثر موفق بشن و در نتیجه زمان و هزینه بیمار کاهش پیدا کنه. به طور مشابه پژوهشگران مؤسسه فناوری جورجیا و مؤسسه سرطان تخمدان از الگوریتم‌های یادگیری ماشین استفاده کردند تا اثربخشی داروهای شیمی درمانی رو با دقت 90% پیش بینی کنند. پیش بینی پاسخ بیمار به شیمی درمانی به کمک AI میتونه زمان ارزشمند رو حفظ کنه و بیماران رو از عوارض جسمی و روانی و هزینه‌های سنگین درمان‌های غیر مؤثر نجات بده.
سوم، پیشبینی بروز و پیشرفت بیماری‌های مزمن. هوش مصنوعی میتونه به پیشبینی بروز و روند پیشرفت بیماری‌های مزمن مثل فشار خون بالا، دیابت و بیماری‌های کلیوی کمک کنه و در نتیجه به بیماران کمک میکنه تا زندگی طولانی‌تر و سالمتری داشته باشند. بیایید نگاهی دقیق‌تر به دیابت بندازیم. پژوهشگران با استفاده از مدل‌های مختلف یادگیری ماشین در حال توسعه مدل‌های پیشبینی هستند که بتونن سطح فعلی گلوکوز خون رو بر اساس عوامل متعددی از جمله سطح قبلی قند خون، شاخص توده بدنی، میزان استرس و حتی ساعت خواب تخمین بزنن. این مدل ها میتونن به بیماران کمک کنن تا زمانهایی رو که قند خونشون بیش از حد بالا یا پایین هست پیش بینی کنن و در نتیجه برای شرایط اورژانسی آمادگی بهتری داشته باشن. علاوه بر این، پژوهشگران از AI برای ساخت مدل های استفاده کردن که احتمال ابتلا به دیابت رو بر اساس فاکتورهای خطر مختلف پیش بینی میکنن. تشخیص و درمان زودهنگام دیابت میتونه از بروز عوارضی مثل بیماری کلیوی دیابتی یا نابینایی جلوگیری کنه. عوارضی که هم از نظر احساسی برای بیمار دشوارن و هم هزینه‌های سنگینی بر سیستم سلامت تحمیل میکنن. چهارم، تحول در تحقیقات پزشکی و کارآزمایی‌های بالینی. علاوه بر مراقبت از بیماران، AI در حال تغییر نحوه انجام تحقیقات پزشکی، به ویژه در کارآزمایی‌های بالینی. کارآزمایی‌های بالینی برای بررسی اثربخشی مداخلات مختلف مثل واکسن‌ها یا داروهای جدید انجام میشن تا مشخص بشه کدوم درمان در عمل موثرتره. یکی از نخستین مراحل در چنین مطالعات یافتن بیماران واجد شرایط، فرآیندی که زمانبر و پرهزینه است. پژوهشگران باید بروشور طراحی کنند، چاپ و به صورت دستی کلینیک‌ها را برای یافتن بیماران مناسب بررسی کنند. با دسترسی به سوابق پزشکی، AI میتونه به سرعت بیمارانی رو شناسایی کنه که معیارهای مورد نظر رو دارن و بدین ترتیب فرآیند انتخاب شرکت کنندگان رو تسریع کنه. همینطور AI در کشف داروهای جدید هم مؤثر واقع شده. در مراحل اولیه تحقیقات بالینی، پژوهشگران باید داروهای بالقوه رو شناسایی کنند، اما این روند اغلب با هدر رفت زمان و منابع همراهه، زیرا بسیاری از داروهایی که در آزمایشگاه‌ها مؤثرند، در آزمایش‌های انسانی شکست می‌خورند. شرکت ورج جنومیکس از نخستین شرکت‌هایی بود که با استفاده از AI تونست داروی بالقوه‌ای برای درمان بیماری ALS، اسکلروز جانبی آمیوتروفیک، کشف کنه بدون نیاز به استفاده از حیوانات آزمایشگاهی. به جای داده‌های حیوانی یا سلولی، اونها از داده‌های انسانی واقعی برای تحلیل و یافتن ترکیبات مؤثر استفاده کردند. این روش باعث شد خطر شکست دارو در هنگام انتقال از آزمایش حیوانی به انسانی کاهش پیدا کنه. پنجم، هوش مصنوعی در نگارش و تحقیقات علمی. اگر با چت جی پی تی کار کرده باشی، تواناییش در تولید متن رو از نزدیک دیدی. هرچند این ابزارها هنوز بی‌نقص نیستن، اما میتونن زمان لازم برای نگارش و ویرایش مقالات علمی رو به طور قابل توجهی کاهش بدن. چت جی پی تی حتی در برخی پژوهش‌ها مورد استفاده قرار گرفته و در چند مقاله علمی به عنوان نویسنده همکار ذکر شده. با این حال محدودیت‌هایی هم داره، از جمله اینکه ممکنه به داده‌های نادرست استناد کنه یا منابع جعلی ایجاد کنه. هوش‌های مصنوعی دیگه‌ای مثل کانسنسس وجود دارند. در مراحل اولیه جستجوی متون علمی به پژوهشگران کمک می‌کنند تا مقالات مرتبط با سوالات پژوهشی خود رو پیدا کنند. البته هنوز نمیشه انتظار داشت این ابزارها به طور کامل جایگزین نویسندگی علمی انسان بشن، اما میتونن در بررسی گرامر، ایده پردازی و خلاصه سازی داده ها کمک کننده باشن. ششم، ساده سازی کارهای اداری در سیستم سلامت. ششمین روش بزرگ AI در حال بهبود سیستم سلامت، خودکارسازی کارهای اداری و ارتباط با بیمارانه. برای مثال، شرکت بوت MD سرویسی مبتنی بر AI ارائه میده که به بیماران در مواردی مثل یافتن پزشک، زمان بندی نوبت‌ها، پاسخ به پرسش‌های مرتبط با نسخه‌ها و داروهای جایگزین کمک میکنه. سپردن این وظایف به AI باعث میشه کارکنان اداری زمان بیشتری برای امور مهمتر داشته باشند. همینطور AI میتونه در ثبت یادداشت‌های پزشکی
مدیکال اسکرایبینگ کمک کنه. به جای اون که پزشک خودش یادداشت برداری کنه یا از دستیار انسانی استفاده کنه، در حالی که دستیاران انسانی ممکنه مرتکب خطا بشن، AI میتونه به صورت آنی و دقیق اطلاعات رو ثبت کنه. هفتم، هوش مصنوعی در امور بیمه مستندسازی. از اونجایی که هوش مصنوعی درک بالایی از اصطلاحات تخصصی پزشکی داره، میتونه در زمینه‌های اداری هم بسیار مؤثر باشه. به عنوان مثال، فناوری AI قادر فرآیند تایید بیمه‌ها رو به صورت خودکار انجام بده و صورت حساب‌ها رو برای پزشکان بهینه‌سازی کنه. از اونجا که صدور قبض‌ها و پرداخت‌های بیمه‌ای کاملاً به مستندسازی دقیق و منظم وابسته است، استفاده از AI برای خودکارسازی این فرآیند میتونه فشار کاری پزشکان رو به طور قابل توجهی کاهش بده. کاهش این فشار از بروز فرسودگی شغلی پزشکان جلوگیری میکنه. هشتم، نقش رو به رشد هوش مصنوعی در آموزش پزشکی. در نهایت هوش مصنوعی به سرعت در حال ورود به آموزش پزشکی در سطوح مختلفه. برای مثال، شرکت آموزشی استرالی اسکار به دانشجوهای پزشکی اجازه میده تا مهارت‌های گرفتن شرح حال بیمار رو با بیماران مجازی مبتنی بر هوش مصنوعی تمرین کنند. با استفاده از این ابزار، دانشجوها میتونن یاد بگیرن که سوالات درست رو بپرسن، مسیر تشخیص‌های افتراقی رو بررسی کنن و مهارت‌های بالینی خود رو در محیط ایمن تقویت کنن. ادغام کاملتر AI در برنامه‌های درسی رسمی دانشکده‌های پزشکی میتونه پزشکان آینده را برای نقشی که AI در آینده مراقبت سلامت خواهد داشت آماده کنه. دانشگاه‌هایی مثل دوک و استنفورد در حال حاضر دوره‌هایی رو ارائه میدن که به دانشجوهای پزشکی و رزیدنت‌ها می‌آموزه چگونه از AI برای حل مشکلات نظام سلامت استفاده کنند. همینطور مایو کلینیک و دانشگاه استنفورد دوره‌هایی برگزار می‌کنند که به پزشک‌ها می‌آموزه هوش مصنوعی چگونه بر پزشکی تاثیر گذاشته و چطور میتونن اون رو در کارهای روزمره خود به خدمت بگیرن. جالب است بدونیم که AI هوش مصنوعی پتانسیل فوق‌العاده‌ای برای انقلاب در ابعاد مختلف پزشکی داره. اما همونطور که با هر تغییر بزرگی باید محتاط بود، باید نسبت به سوگیری‌ها و خطاهای احتمالی در طراحی و داده‌های AI هم آگاه باشیم. در نهایت AI توسط انسان‌ها طراحی و برنامه‌ریزی میشه. بنابراین در معرض همان سوگیری‌های انسانی هم قرار داره. و خیلی ممنون از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید، از اینکه با ما همراه بودید. اگر از این ویدیو لذت بردید، حتما ویدیوهای بعدی رو هم ببینید. با عشق تا ویدیوی بعدی.